با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر اسفاره کارهای آبادانی و بنیادکاری وسعت می‌یابد. در این ردیف مردم سازنده آبادکاری جماعت دیهاتی زمرد در سمت آبادانی مکان زیستی خود با سهم عموم کمری همت بستند. صاحبکاران احسانکار و مردم آبادگری زمرد جواباً به غمخوری‌های روزافزون راهبریت دولت و حکومت کارهای سازندگی آبادانی را در مؤسسه‌های معارف و تندرستی و هم تعمیر آبادانی راه‌های داخلی محلی اهلانه و دستجمعانه وسعت می‌بخشند. امروزها با اقدام و دستگیری ختم کردگان سالهای پیشین مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 17 ده زمردشاه تعمیر کلی بنای کهنه مکتب ادامه دارد. در مؤسسه تعلیمی در تیره‌های زمانوی نصب شده صنفخانه‌ها با طور معاصر نوسازی می‌شوند. مسئولین و ساکنان اقدام گرفتند که نمای بیرونی مؤسسه را نیز نوسازی نموده آن را با صفتی بلند رنگ‌وبار نمایند. با این مقصد فعالان دهات و استان‌های محلی به کار جلب گردیده کارهای تعمیر و برقرارسازی با سرعت ادامه دارد. مقصد اساسی عملی نمودن چنین اقدام نیکو شایسته فراهم آوردن شرایط ارزنده تحصیل برای نسل نورس است که آن از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرد. در عرفه آغاز سال نوی تحصیل و بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان گروه سابق ختم کنندگان مؤسسه تصمیم گرفتند که برای تعمیر بینای مؤسسه حصه گذاری نمایند و تعمیر کلی با مبلغ 80,000 سومانی رفته استاده است. روزهای نزدیک تعمیر به انجام میرسد و امیدواریم سال نوی تحصیل را خوانندگان ما در بینای نو تازه آغاز نمایند. تشبث و اقدامات سازنده مردم دیه، سهمگذاری صاحبکاران سخاوتپیشه و سعی و کوشش و سهم ساکنان آبادکار دیه در حل مهمترین مشکلات اجتماعی و آبادانی محلی زیست شایسته تحسین است. در دایره آمادگی ها به جشن تاریخی در دیه زمردشاه تعمیر و ازنوسازی و منفرش کردن راه‌های داخلی محل ها ادامه دارد. جایز ذکر است که در تشکیل و پیشبرد کارها در سمت ازنوسازی و منفرش کنی راه مرکزی و محله ها در برابر صاحبکاران اعضای هر یک عائله خانواده به قدر امکان و توان مساعدت و سهمگذاری دارند. با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات زمرد کارهای سازندگی آبادانی بنیادکاری وسعت تازه گرفت. باعث قناعتمندی است که ساکنان دهه‌های جماعت دهات زمرد در سمت آبادانی سهم خود را گذاشته ایستادند. حالا ساکنان دهه زمرشای جماعت دهات زمرد زیاده از 4 کیلومتر راه‌های بین دهوی را اسفالت پوش کرده ایستادند و حالا کارهای آبادانی سازندگی ادامه دارد. مؤسسه نگهداری راه‌های اتومبیلی شهر با سفربرنامه‌ای تکنیک و تجهیزات و کارمندان بهر صفتاً اجرا نمودن کارها مساعدت نموده نیت دارند منفرش کنی راه و کوچه‌ها را روزهای نزدیک به انجام رسانند. باید تذکر داد که در شهر و دیهات اسفاره تعمیر و تجدید و نوسازی راه‌ها در تمام شهرک و دیهات به راه مانده شده. تنها دوام سال جاری زیاده از 28 کیلومتر راه‌ها پورا منفرش کرده شده است. ساکنان جماعت دیهاتی زمرد تصمیم گرفتند که من بعد نیز در پیروی به اقدام و تشبث‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای آباد و زیبا نمودن دیهات تلاش می‌نمایند. صابر ایوبی، شهر اسفاره، اخبار.